سلام بچه ها، فاطمه هستم. توی ویدیوی قبلی بهتون هانگول رو یاد دادم. توی این ویدیو میخوام اصول هانگول رو بهتون یاد بدم. پس لطفا لایک کنید، سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید و هر وقت که ویدیو گذاشتم شما خبردار بشید و اولین نفری باشید که اون ویدیو رو نگاه میکنید. بریم سراغ ویدیو. خب حرف اولمون کی یا این کاراکتر صدای گی یا که میده. بهتون نشون دادم که چجوری نوشته میشه. براتونم مثال زدم. گادا برو. هانگوک کره. جونگکوک همون جونگکوکه که اسم کره‌ایه. خب اینم از حرف دوممون. نیون این کاراکتر صدای نمیده. نیون مثالم زدم مثل چینجا واقعا ایلپون ژاپن اونل امروز. خب کلمه سوممون تیکت بتونم نشون دادم چجوری نوشته میشه. این کاراکتر صدای ت یا د میده. برای مثال نوشتم اوتوکه یعنی چیکار کنم. دباک موقعی که تعجب میکنیم از اون استفاده میکنیم. خب اینم از حرف چهارممون. لیال این کاراکتر صدای ر یا ل میده. خب اینجا مثال زدم مثل اره یعنی پایین. سرنگ ه یعنی دوست دارم. مول یعنی آب. خب حرف پنجممون. میوم این کاراکتر صدای م میده. برای مثال اجوما به خانم میانسال میگن اجوما. اما مامان. ملا نمیدونم. خب حرف ششممون پیوب این کاراکتر صدای پ یا ب میده. برای مثال اوپا یعنی برادر. پگوپا یعنی گشنمه. ابا یعنی بابا. خب اینم از حرف هفتم. شیاد این کاراکتر صدای د یا س یا ش میده. برای مثال آجوشی به مرد میانسال میگن آجوشی یا سارنگ ه دوست دارم. خب اینم حرف هشتم. ایوم این کاراکتر صدای ن و گ رو همزمان میده. مثل جونگ مال یعنی واقعا. یونگ کوک یعنی انگلستان. جونگ کوک یعنی چین. جونگ کوک. حرف نهممون جیاد این کاراکتر صدای ج میده. برای مثال جیمین اسم کره. موکجیما نخور. اوجیما یعنی نیا. خب حرف دهممون چیاد این کاراکتر صدای چ میده. مثل چینگو یعنی دوست. چیما یعنی دامن. حرف 11مون کیاد این کاراکتر صدای ک میده. مثل کت یعنی پالتو. کول قبول. حرف 12مون تیاد این کاراکتر صدای ت میده. برای مثال تدو یعنی وضعیت. تانگ یعنی سوپ. حرف 13مون پیوب این کاراکتر صدای پ میده. برای مثال مثل اپا یعنی درد میکنه. پگوپا یعنی گشنمه. حرف آخرمون یعنی حرف 11مون این کاراکتر صدای ه میده. مثل هیمنه یعنی از پسش برمیای یا کمسا هیو یعنی ممنون. خب به آخرای ویدیو رسیدیم. امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه و خدا نگهدار.